مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 5 سپتامبر سال 2023 با نشر عکس‌های زیاد خبر داد که در جریان یک رید ویژه یا کارهای پروفیلاکتیکی تنها در یک شبانه روز و تنها در حدود نویش و منصور شهر دوشنبه 13 نفر از شهروندان به مکان زیست و میزده که در کوچه‌های پایتخت به آواره‌گردی مشغول بودند در حالت مستی در کنار راه‌ها خوابیده بودند معاین کرده شده به قبولگاه آواره‌گردان و هشیارخانه طبی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه دسترس کرده شدند. در نتیجه با برگزار نمودن صحبت‌های پروفیلاکتیکی شخصیت آنها معین و به میزدگان یاری طبی رسانیده شد. قابل ذکر است که اکثر آنها ساکنان شهرهای وحدت، ترسونزاده، ایسور، بختار، خوروغ همزمان ساکنان شهر نویه و ولایت سغل بوده در شهر دوشنبه به آواره‌گردی و میزدگی مشغولند. میلیسیا افزود گرچند مقامات میلیسیا در نتیجه عملیات‌های پروفیلاکتیکی و پیشگیری کننده چنین افراد را معین و تا برطرف گشتن حالت سرخوشی به مؤسسه‌های مخصوص گردانیده شده دسترس می‌کنند، ولی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این راه حل پوره مسئله نبوده. وابسته به این مسئولان ساختارهای مربوطه مخصوصاً وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر ساختارهای مسئول را می‌باید با مقصد بجای کار و مکان زیست و برقرار نمودن سلامتی و رهایی یافتن از میزدگی مساعدت نمایند. مقامات ملیس شهر دوشنبه وعده داده است که من بعد نیز برگزاری چنین عملیات‌های پروفیلاکتیکی و پیشگیری کننده را ادامه داده از شهروندان نیز خواهش می‌نمایند که با مقصد برطرف نمودن چنین حالت‌ها سهم خود را گذارند.